معرفی فیلم سینمایی شکار. زیبای خفته از خواب بیدار میشه و میبینه یه چیزی تو دهنشه. دختره سعی میکنه دهن بندشو باز کنه ولی متوجه میشه که قفله. اون حسابی گیج شده و نمیدونه کجاست. چند لحظه بعد یه زن دیگر رو میبینه که اونم داره سعی میکنه دهن بندشو باز کنه. دختره از تپه میره بالا و میرسه به یه زمین باز. اون به 11 نفر مثل خودش برخورد میکنه. وسط زمین یه جعبه چوبی بزرگ وجود داره که یه مرد تصمیم میگیره بره جلو و جعبه رو باز کنه. اما به محض اینکه اهرم رو برمی‌داره همه شروع میکنن به فرار کردن چون فکر میکنن داخل جعبه یه چیز خطرناک وجود داره. مرد جعبه رو باز میکنه. اولش فکر میکنه خالیه اما بعد متوجه میشه یه چیز داخلشه. مرد دستشو میکنه تو و یه دستگیره رو میکشه بیرون و میبینه کلی اسلحه خفن با گلوله‌های واقعی واسهشون چیدن. جمعیت میدونن تو اسلحه ها رو لود کنن. دختره روی در جعبه یه کلید پیدا میکنه و با اون کلید قفل دهن همدیگه رو باز میکنن. چند لحظه بعد یکی به سمتشون شلیک میکنه. تاخ